امیر جان ما هر کاری کردیم نتونستیم اینو پاک کنیم، یه مقدار کم رنگ شد. ببین من کارم طنزه، نمیخواستم اینو تو قالب طنز بسازم چون که واقعا خنده نداره. ازت خواهش می‌کنم هر جا میری اسمت ننویس. اصلا به همه دارم میگم چون که این یه آثار مال آثار باستانیه، مال همه ماست، مال یه نفر نیست، مال کل ایرانه. منم نمیخواستم تو قالب طنز اینو بسازم. خواهش میکنم اسمتون هر جایی میرسین ننویسین. ما نهایت همه ما اول خود من اسم روی سنگ مینویسم و حک میشه و همیشه میمونه. امسال 1404 یه چیزی یاد گرفتی، امیدوارم همه ما اینا یاد بگیریم که دیگه رو آثار باستانی چیزی ننویسیم. این مال همه ماست. مرسی.